شام 21 اکتبر سال 2023 در مسابقات جنگ‌های بدون قاعده UFC 294 در شهر ابوظبی امارات متحده عرب رزمنده تاجیک محمد نعیموف نتانیل وود از انگلستان را شکست داده پیروزی اینک دویمش در UFC معتبرترین لیگ جهانی MMA به دست آورد. متاسفانه کار رزمنده دویم از تاجیکستان موین غفوروف این دفعه هم آمد نکرد و او در محاربه دویمش در UFC نیز شکست خورد و این بار از سید نورمحمدوف هموطن و همنسب رزمنده شورتیار داغستانی حبیب نورمحمدوف. موین غفوروف و سید نورمحمدوف در وزن سبک تا 61 کیلو به میدان برآمدند. ورزشگر داغستانی توانسته است الکی در ثانیه 73 محاربه رقیبش را بوغی کرده پیروزی پیش از مهلت را به دست آورد. مخلصان تاجیک موین را تسکین میدهند که نباید رو افتاده شود چون که همه چیز برای او هنوز در پیش است. محمد نعیموف در نبردش با نتانیل وود با قرار یک دلانه داوران غالب دانسته شد. این نبرد همچنین با اشتباه بریوس بافر که محمد نعیموف را اشتباهاً با عباره محمد نعیموف دوشنبه قزاقستان به میدان خواند در یاد ماند. محمد نعیموف که بعد انجام محاربه با سر روی پر از آثار جراحت و با توقیع گلدوزی تاجیکی به پیش ژورنالیستان آمد و گفت که صداتن از هموطنانش از دبی و دیگر گوشه های امارات برای مخلصی به ابوظبی آمده بودند و این پشتیبانی گرم آنها او را خیلی بالیده ساخته است. یکی دیگر از پیروزی های مهم شب 21 اکتبر در ابوظبی پیروزی بیچون و چرای اسلام مخاچوف بر الکساندر ولانکوفسکی بود. یک سال قبل مخاچوف از این رقیبش از استرالیا شکست خورده بود ولی این بار توانسته است نه فقط حسابش را با او برابر کند بلکه ولکانوفسکی را الکی در دوره یکم نبرد به نکاوت فرستاد. UFC معتبرترین لیگ جهانی جنگ‌های بدون قاعده به شمار می رود. تا یک سال آخر به 4 رزمنده از تاجیکستان محمد نعیموف، موین غفوروف، نورالله علیف و لایق رجبوف میسر شد که بین لیگ را بیابند. محمد نعیموف در UFC الکی 2 پیروزی و نورالله علیف 1 غلبه به دست آوردند ولی موین غفوروف و لایق رجبوف هنوز حساب پیروزی های خود را در این لیگ باز نکردند.